VPN چی هست؟ VPN مخفف عبارت Virtual Private Network، شبکه خصوصی مجازی است. اغلب افراد وقتی کلمه VPN رو میشنون به فکر فیلتر شکن نرم افزارهای اینطوری میفتن، منتها VPN کاربرد بسیار گسترده تری در شبکه داره. در مراکز دولتی، خصوصی، تجاری در همین کشور خودمون تو خیلی از مراکز دولتی استفاده میشه. به این صورت هست که وقتی شما یک بانک رو در نظر بگیرید که یک شبکه داخلی داره، کاربری که میخواد متصل بشه به این شبکه داخلی از بیرون از طریق اینترنت نیاز داره که از طریق یک اتصالی به شبکه داخلی متصل بشه. حالا این کار از طریق ریموت دسکتاپ میتونه انجام کنه، نرم افزارهای ریموت دیگر یا اتصالات مختلف دیگر مثل پورت فورواردینگ یا غیره. اما یکی از در واقع امن‌ترین روش‌ها استفاده VPN است. به این صورت که در واقع سرورهای بانک یا روتر بانک یک اتصال VPN تنظیم میشه و یک آدرس IP، یک سری یوزر پسورد و یک پروتکل تعیین میشه و این اطلاعات یوزر پسورد به کاربر داده میشه. کاربر از بیرون یک کانکشن VPN ایجاد میکنه و با وارد کردن یوزر پسورد به شبکه بانک متصل میشه. حالا وقتی که به این شبکه بانک متصل شد، به همه دسترسی‌های تعریف شده میتونه دسترسی داشته باشه، به همه دسترسی‌هایی که کاربران بانک در واقع توش هستن میتونه دسترسی داشته باشه، یا حالا محدودیت‌هایی رو میتونه مدیر سیستم بر اون اعمال کنه. در همه مراکز هم به این صورت هست. تو خیلی مراکز تجاری و عرض کردم خصوصی و غیره این ارتباط استفاده میشه. در کل یک ارتباط هست از یک شبکه دیگر به شبکه دیگر و اینکه خیلی اتصال امنی اطلاعات و داده ها تو این روش ارتباط رمزگذاری میشن و اسنیپ کردنشون خیلی مشکله و میشه به صورت کامل بهش اتکا کرد. از این رو خیلی از مراکز دولتی ازش استفاده میکنن. حالا یک کاربردش هم بله به عنوان فیلتر شکن هست که مثلا یک کشور مثلا در کشور کانادا، آمریکا یا هر کشور دیگه میان یک سرور میذارن و یک سری یوزر پسورد تعیین میکنن و کاربر مثلا تو کشور مثل ایران، چین یا هر جای دیگه که یه مقدار محدودیت اینترنتی دارن میتونن از طریق نرم افزار یا همین کانکشن های اینترنت با یوزر پسورد متصل بشن به سرورهای اونجا و وقتی که متصل میشن به سرور اونجا، چون سرورهاشون هم به اینترنت بین المللی وصل هست، از همه منابع اینترنت اونها میتونن استفاده کنن. در واقع وقتی که شما از طریق VPN به یک سرور متصل میشین، آدرس IP شما هم تغییر میکنه. آدرس IP تون با آدرس IP که تو VPN تعیین شده تغییر میکنه و اونجا شما به یک شبکه داخل اون روتر متصل میشین که اون شبکه هم خودش یک زیر مجموعه شبکه اصلی در اون کشور هست. به این صورت شما از کلیه منابع اینترنت میتونید استفاده کنید. به این در واقع طریق از طریق VPN دارین اینترنت رو دور میزنید. پس در کل VPN یک ابزاری هست برای ارتباط نقطه به نقطه از یک کلاینت به یک شبکه دیگر که این اتصال بسیار امن هست و از طریق رمزگذاری و تانلینگ این ارتباط انجام میشه که باعث افزایش امنیت ارتباط میشه و یک روش از یک در واقع کاربرد VPN هم برای دور زدن فیلترینگ هست.